اظهار نگرانی کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان از وضع سلامتی جلال الدین محمود در زندان. حدود 1000 نفر خواهشمندان سفر حج عمره را در یک ماه آخر مسئولان کمیته دین در تاجیکستان از راهشان گردانده‌اند. در قرقیزستان از ساکنان طلب شد که از سفر به تاجیکستان موقتا خودداری کنند. تیمور رحیموف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه یروشلیم ماسترز 2022 مدال نقره گرفت. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با ابراز نگرانی شدید از وضع سلامتی زندانی سیاسی جلال الدین محمود از سازمان‌های دفاع حقوق بشری داخلی و خارجی خواسته است او را در زندان بازدید نموده از وضع سلامتیش آگاه شوند. همچنین خواسته شده است به مشکلات زندانیان دیگر سیاسی در تاجیکستان نیز رسیدگی شده سازمان‌ها نهایت تلاش خویش را جهت بهبود یافتن سلامتی آنها به خرج دهند. کمیته به این نظر است که نگه داشتن جلال الدین محمود و نیز سایر زندانیان سیاسی در زندان با توجه به سن سال بالای آنها خلاف معیارهای عمومی بشری است. از این رو از مقامات تاجیک تقاضا می شود فوراً آنها آزاد شوند. گفتنی است خبرگزاری ازدا اطلاع داده بود که صبح 17 دکبر سال 2022 وضع سلامتی جلال الدین محمود عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و 10 زندانی دیگر بر اثر خروج بیماری شدید اپیدمی یکباره در زندان بند شد. مسئولان زندان خروج نظری کرده در رساندن کمک‌های اولیه طبی به آنها تأخیر کردند. سلامتی جلال الدین محمود از حد زیاد وزنین شده به کما دچار شد. بر اساس خبر این رسانه جلال الدین محمود پس از یک شبانه روزی از هوش‌روی به هوش آمده بهتر شده است. حدود 1000 نفر خواهشمندان سفر حج عمره را در یک ماه آخر مسئولان کمیته دین در تاجیکستان از راهشان گردانده‌اند. مسئولین طلب کردند که خواهشمندان تنها به واسطه شرکت‌های آرمان و منزل به عربستان سعودی بروند. اما گفته می شود خدمات این شرکت‌ها گران است و بنابراین توسط سازمان‌های مستقل سیاحی دیگر و یا توسط ازبکستان روسیه می روند. با اطلاع رادیوی آزادی مسئولان کمیته دین نهاد ناظر به امور حج گفتند تنها در یک ماه آخر حدود 1000 نفر را از راه عربستان برگرداندند. سبب آن بوده است که تنها در نتیجه سفرهای غیر رسمی در 1-2 ماه گذشته 7 شهروند تاجیکستان در راه وفات کرده اند. اما چه کسانی در راه وفات کرده اند معلومات داده نشده است. گفتنی است در گذشته ساکنان مستقلانه به حج می رفتند اما چند سال است که سفر حج در تاجیکستان به بیزنس تبدیل یافته آن را شخصان نزدیک به عائله رئیس جمهور مونوپولی کرده اند. تمام تاجیکستانیان وظیفه دارند اگر حج رفتنی باشند باید فقط به شرکت‌های آرمان و منزل مراجعت کنند. خدمت رسانی این دو شرکت باشد 3-4 برابر قیمت‌تر از شرکت‌های کشورهای همسایه است. نرخ سفر از تاجیکستان به حج عمره که 2 هفته را تشکیل می دهد از 21 تا 25 هزار سامانی حدودی تا 2500 دلار است. سفر حج اساسی حج فرضی 61 هزار سامانی است که برای بیشتر ساکنان تاجیکستان دست نارست می باشد. در قرقیزستان از جانب وزارت امور خارجه این کشور طلب شد که ساکنانش از سفر به تاجیکستان موقتا خودداری کنند. وزارت این دعوت را به ادامه چاره‌های محدود کننده سفر شهروندان قرقیزستان به تاجیکستان ربط داده است. در اظهارات وزارت امور خارجه قرقیزستان گفته شده است که به شهروندان قرقیزستان توصیه داده می شود که موقتا از هر گونه سفر به تاجیکستان خودداری کنند. در اظهارات تاکید شده است که حتی شهروندان قرقیزستان از مسیر ترانزیتی به کشورهای دیگر که توسط قلمرو جمهوری تاجیکستان می‌گذرد خودداری نمایند. تیمور رحیموف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه یروشلیم ماسترز 2022 مدال نقره به دست آورد. این مسابقه بین المللی عاید به زیودا شام 22 دکبر به پایان رسید.
در قوه آزمایی اول تیمور رحیموی 25 ساله در وزن بیش از 100 کیلو بر نماینده مجارستان ریچارد سپادجا پیروز شد. مسابقه دوم نیز با پیروزی تیمور رحیموف انجام یافت. پهلوان تاجیک اوشنگی کاکاوری آذربایجانی را مغلوب کرد. در دور نیمه نهایی تیمور بر علیشر یوسوپوفی ازبکستانی پیروز شد. در قوه آزمایی نهایی باشد تیمور رحیموف را برنده مدال نقره چمپیونات جهان 2022 در تاشکند تاتسورو سایتای 20 ساله ژاپنی شکست داد. به این ترتیب پهلوان تاجیک برنده مدال نقره یروشلیم ماسترز 2022 شد. طبق اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه یروشلیم ماسترز 2022 در مجموع 367 گشتگیر از جمله 194 مرد و 173 زن از 58 کشور جهان رقابت کردند.